Joma bihtarin çiz elhamdülillah. Nas poma lezvaziysen derde ihsas nakiyestem. Kama kak. Ne Osman boy lezva şav dora. Poweram kage inşallah ki. Varamış. Amin talna mekasha megira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Baradaran aziz girami kadar inşallah video tawfiqtam şokinin. İnsanların ki برسه her murad ameli دارن inşallah ki با عملشون وابسته های یعنی ویدیو تا آخر گوش کنین انشالله حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم که از عمر بن خطاب روایت میشه اینو نقل میکنین. خب چی گفتنی هستم برای انسانانی که حجامه میکردن در شهر مسکو مترو شالکوفسکی میکرورایون یعنی ادرسی ما سروغای ما улица میکرورایون پرومای دام 29 هر انسانی که حجامه گیری میان حجامه میکنه برای اونها یک تا ماشینکای اپارات برای ریش تراشک یعنی برای اینجا را کنتوفه کردن و اینجا را گرفتن و موی بینی و موی گوش خیلی ماشینگاه داده میشه اوفا کرده میشه و سه نصفه خوب داره انشاءالله یک تا از این یا که این گونه یا که از این گونه دراکون دلینگ فیرما دلینگ پرسنل یعنی اپارات های برای انسانانی که کنتوفه کردن موی سر کوتاه کردن اینه ایش و یک تا دیگه دلینگ فیرما دلینگ ایشان پروفسیونال ضریات میگیرن یعنی میتونی که انشالله که به سراغ ما بیان حجامه کنین و برای خود توفر انشالله که بگیرین. خب گفتن من دوستان عزیز یکی از بهترین اپارات های مساج کنک برای انسانانی که پدرانی کلانسال دارن مادرانی کلانسال دارن یا که بیبی یا که بوبی دارن برای همون هم میتونی که انشالله از زمین خریداری کنین فیلم خدمت صلاح حجامه میتونی که انشالله خریداری کنین برای مردم کلانسال یعنی بهترین اپاراتن الحمدلله یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج شش هفت هشت تا صفحه دارد ضریعتی که تابچی ضریعت میخرن میتونه که ضریعت بونن طول یک هفته تقریبا استفاده بوده میتونن برای انسانایی که پاهاشون درد میکنن دستا و پشت و دیگه برای همونها به نهایت منفعت خوب دارن و چی گفتنیم برای حجامه انسانانی که حجامه میگیرن توفا میگیرن این رو انشاءالله یگان تشه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که خیر ما تداویتم به الحجامه بهترین چیزی که شما در اون دوا میوین شفا است این حجامه است. البته رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بالایی که خر که میغلطه میره پاش حجامه که پاش در میوه اون روز بگیم در ترینیروفکا بگیم پا مولد خود وقت ترینیروفکا کردن پا خیلی وقت میشه میغلطی و میفتی و پرگیر و پرساوی دیگه میکنن در که میوی در حالت یعنی لات خور و ورم که کم که اومدیم حجامه بگیریم یعنی الحمدلله مومنتاً درد میکشه میگیره یک دیم بود زمانی که برادر قدیم دیم حسب سواری کردن ای برای حسب غلطی دست ای کارمون وقتیم حجامهش کردیم الحمدلله دست در کار پرومد یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عثمان یعنی سخن نمیگه هر چیزی که میگه الله سبحانه و تعالی برای وحی میکنه و در دیگه حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در اینجا بین یکی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مررت ليلة أسرى بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة میگه شب اسرا یعنی وقتی که بالا شدم و من نگفتن ملائکه الا که ای محمد به خود ضرور بشمار حجامه را یعنی همه ملائکه ها برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که به خود ضرور بشمار حجامه گرفتن و همون خاطر برادران عزیز حجامه بهترین دوا است یعنی برای پروفیلاکتیک برای انسانانی که سحر و جادو دارن یعنی بنیاد منفعت خوب میرسونه بعضی حالات ها میشه که جین نمی برای خوش میکنیم که بام برادر حجامش میگیریم به سبب حجامه الحمدلله میبره قرآن شفا است الله سبحانه و تعالی فرمودن که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین یعنی ما نازل کردیم قرآن را شفا برای مؤمنان و چی گفتنی بدم یعنی طور یکم که در اولی ویدیو گفته بدیم هر انسانی که هر مراد و مقصدی داشته باشه الله به همون مراد و مقصدش میرسونه چون که از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت شده است که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني از امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که هر انسان چی عمل نیتی کنه اما عملش به نیتش وابسته است. هر مراد مقصدی که با مراد مقصدش میرسه. یعنی این وقتی که ما از وطن خارج میشیم مرادمون فقط برای پل شده نبرویم، توکل به الله بکنیم، سیلمون بالا بمونیم که انشاءالله که میریم در یک سال حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که الله برامون برکت بده تا اینکه تجارتمند شیم، بیزنسمن خوب شیم و رزق روزی حلال پیدا بکنیم. اگر که ما پلانکمون رو خوب بونیم الحمدلله که خوب میره. اگر که ما فکر میریم در دستیم که از کار میکنیم هم 10,000 به همون چند بیایم که رزق روزی ما بیایم که نمره میگیش نگیره با هم موقع میگذاریم، با هم موقع پیدا میکنیم. اگر که بگیم انشاءالله که ما از میلیونرها از میلیاردرها یگان چی کمبودی نداریم، الله ما را موفق میگردانه به مثل اونها. و همون خاطر وقتی که از وطن که خارج شدیم نیتمون خوب پاک کنیم تا اینکه به همون مراد و مقصدمون برسیم. بعضی هستن مردم خودمون که الان سالان هستن اینجا، شاید که نیت اعمال اونها بود که بیام یک زن ارث بگیریم اینجا زندگی کنیم، آمادگی با اون مراد و مقصد رسیدن. زن ارث گرفتگی نه اونا نه دهن نه دندان نه زبان گفتی که برای همین الترش رفتگی رای کنسکا. و اون خاطر خدا ما و شما را از این گونه شخصیت ها و این گونه فعل ها نگه بداره. و اون خاطر نیت مون چیزی کنیم. اگر نیت ما دنیا باشه دنیا ما نصیب میکنه، ملک مال باشه نصیب مون میکنه. اگر نیت من برای فهجرت و ما هاجر الیه، هجرت به هر چیزی واسه هر چیزی که کنیم به همون سو برامون. اگر برای زنگیری باشه میایم زن میگیریم گفت که خلاص. اگر نیت مون که باشه از وطن خارج شیم طلب علم کنیم، رزق روزی حلال بگیریم، از زن صالحه و سالمه اهل علم دیندار بگیریم، الله موفق مون میگردونه. و اون خاطر باید کنیم توکل به الله بکنیم و کوشش کنیم. اگر نیتی هر انسان نیت وابستنی بخوای یک کس احمق کنی همون انسان احمق میکنی، یعنی پل دست اول میگیری احمقش میکنی نه که همون پل برای تو نصیب نمیگردونه. یعنی تو نیتی تو باید احمق کردن پل گرفتی احمقش کردی نه که تدین و کمال دادن چگونه ای کردی همون را انتظار باش. روز از روزها میشه که انسان یه پیدا میشه که ترم احمق میکنه با 10 برابر زیادتر هم احمقت میکنه پلتا میگیره هم لط کوبت میکنه با هم چخرک میزند هم نمیموند با گیره کنی با هم لط کوبت میکنه با نمیموند که گیره کنی با نمیموند که لیگون جو جال سکنی که برای زولی نسی با زولی نسی با قورت کندگی هم پل میکنی هم شطه میکنی با هم دهان دوی کردن نمیتونی. با اون خاطر پیش از آنی که حرام خوری میکنن، پیش از آنی که پل یک مسافر میگیرن، پل یک مهاجر میگیرن، نسبت یک از ظلم میکنن، همون را فکر کنین که پیدا میشه انسانی که از تده قدرتمنده، ایتده بقوتره، ایتده زورتره، ایتده خوبتره، ترا چنان ظلم میکنه که باید که بگه خورده و پشیمون میشه گفتی توشگاه. با هم خودی چیزی که برای خودتون دوست میدارین رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نمیشه هر حالتی که در آن وقت هر زمانی که هر چیزی که برای خود دوست بداری برای برادر دوست نداری و اون خود چیزی که برای خود دوست میداری برای برادر دوست بدار. تو نمیخوای که یک کس نسبت خیانت کنه، تو نمیخوای یک کس نسبت احمق کنه، بد رفتاری کنه و نسبت دیگه کس همون گونه رفتار نکنه. با اون خاطر دنیا گفت رسول که بومیرنگه، روز تو کردی این روز تو کردی فردا تو میکنه. عمل خوب کردی عمل خوب انتظار باش، عمل بد کردی عمل بد انتظار باش. 10 برابر یعنی همه چی 10 برابر بدل میشه. این چیز خیر کردی 10 برابر زیاد میشه. ایش اگر که دست به ظلم کردی گرفتی 10 برابر چیزی را ظلم نمیگیره نمیسته. با اون خاطر هیچگاه ظلم نکنید. دعای مظلوم نزد پروردگار قبول است. انسانانی که ظلم میکنین، مادرانی کلانسانی که ظلم میکنین، پدرانی کلانسان ظلم میکنین، مسافران مهاجرایی که کم بضاعتن اونها را ظلم میکنین پلشان را میگیرین، فراموش نکنید که دعای مظلوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ثلاثه دعوات لا شک فیهن، 3 دعایی که در اونها شک شبهه نیست که اجابت میشوند صراحتا نزد پروردگار. یکی از اونها دعای پدر و مادر هستند برای فرزند، دیم از اونها دعای مسافر، سیم از اونها دعای مظلوم، دعایی که
انسانی که ظلم میکنه لط کوبش میکنه با گپ زنیش نمیره او دست به دعا میکنه پروردگارا ایرا نشان بده از فرزندش، از زن مادرش، از پدر دادر، اکا و خواهرش، از اونها نشان بده، در خودش نشان بده الله قادر است. الله نشان میده و اون خاطر پیش از آنه که نسبت یک از ظلم میکنین فکر کنین که این میوه یک بسری خودت، یک بسری اکا و دادر، یک بسری پا و خواهر یا بسری فرزندان میوه یک عوالی میکنه، یک مشکلی در دیچاک میشه و اون خاطر پیش از آنه که مشکلی بسر یک برادر مسافر مهاجر میاری فکر که همو بر میگردن در همونی الله باشین با دعا باشین انشاءالله حجامه که هستیم در اون ویدیو تماشا کنیم نشان میدیم انشاءالله هرچند میگم که چه خیلی شید بعد از حجامه کردن. السلام علیکم.